گوش بگیر ببین انیشتین چی میگه ما دو نسبیت داریم. قوانین فیزیک برای همه ناظرهایی که با سرعت ثابت و بدون شتاب نسبت به هم حرکت میکنن یکسانه. یعنی هیچ ناظر خاص یا ممتازی در طبیعت وجود نداره و سرعت نور در خلأ برای همه ناظرها مستقل از سرعت منبع نور یا ناظر همیشه مقدار ثابتی داره. چیزی حدود 299,792,458 متر بر ثانیه. هرچه جسمی سریعتر حرکت کنه زمان برای اون کندتر میگذره نسبت به ناظری که ساکنه. مثلا ساعت فضانوردی که با سرعت زیاد حرکت میکنه آهسته تر از ساعت روی زمین در حال حرکته. سوای این هر جسمی که با سرعت نزدیک به نور حرکت میکنه از دید ناظر ساکن، یعنی تو که نشستی و نگاه میکنی، یعنی تو تماشاگر، کوتاه‌تر به نظر میرسه در جهت حرکت. خرفهم؟ شیرفهم؟